درود بر بچه‌ها، امیدوارم خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه. امروز میخوایم با هم دیگه بریم سد ببینیم، اونم چه سمایی. فقط تا جایی که میدونم و بهم رسونن میگن آقا این ویدیو هندزفری لازمه، با هندزفری بیاین دیگه. میخوایم دوباره سمتوخر ببینیم، ولی با سمتوخرهای قدیمیمون خیلی فرقه. چه کلمه خیلی افتاده تو دهن من. قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم حتما ویدیو رو بلاک کانال بسازید، کامنت خوشگل گوگلی بگید مامانی بزنید کلی به من انرژی میده. بریم ویدیو. اگه گفته چند آبچون میگه سالی که نکوس از بهارش پیداست. بهتون گفتم هندزفری بزنید، یا دیگه نزدید دیگه، من اطلاعی ندارم. 6 تا دارم. منظورم اینه که با هم چند تا داریم. میدونم شما 6 تا داری، شما هم 12 تا. رو هم میشه چند تا؟ میشه 18 تا. چه خوب کسلیسی نسی رو یاد گرفته. خودتون بهش یاد دادین؟ با پارسالی یاد گرفته. پارسالی یه اپلیکیشن ساده است که هم هم یعنی با بچه ها آموزش میده. یادگیری با خیلی راحته، چون بچه دیگه احساس خستگی نمیکنه. بابا میگه اینجوری نوشتم کس ننه. درست میگه. تو دختر باهوشی، ببین چه کلمه سختی رم کار نوشته. ببین چه کلمه سختی رم نوشته. کردن باهاش خیلی راحته. من برای پسرم هم نصب کردم. اینقدر چیزای مفید خیلی یاد چیزای گرفته. مفیدی ما یاد هم باید برای بچه‌ها پارسالی برای کودکان 3 تا 10 سال تقویت و آموزش کسلیسی در حین بازی. پارسالی به عزیز شیر کسلیسی نسی شیر فرزندانمان را پرورش دهید. احسن. برای دریافت و نصب به پارسالی .ir مراجعه کنید. حتما www.parsali.ir مراجعه کنید. حتما من خودم پارسالی رو دوست دارم، ولی در کل ببینیم بعدی چیه. دیگه اینو حتما تون دیدین دیگه. رضا، آقا رضا جان، آقا رضا. بس ای بر رفیق، بالاخره بعد از کلی زحمت و بدبختی قاتل باباتو گیرش آوردی. وقت تقاضا پس دادنه، بکشش. نه آره چی؟ من این آدمو نمیکشم. یعنی چی؟ 160 قسمت داریم بدبختی میکشیم جنگله آموزان پیاده. فیزیک فیلم‌های آمریکایی چرا اینجوریه؟ هر کشوری یه فیزیکی داره. خب فیزیکای هیچ کدومشون قابل درک نیست. من چرا دستام دارم اینجوری میکنم؟ بریم گردیم کوه آلپ و یه سر رفتیم بالا، هم مواد مذاب عبور کردیم تا به اینجا برسی. از اون مهمتر 160 نفر رو دم در کشتی تا به این برسی، بعد یه نفر رو نمیکشی. این دیگه کار اشتباهشو فهمیده. این بلندشه دهن جفتمون آسفالت میکنه. این راست میگه. من بلندشم به فصل 2 برسه خار مادر جفتتون رو به هم وصلت میدم. بابا بکشش اصلا بده من. داری چه گوی میخوری؟ شایدم تو دشمن منی. الکس من ریدم تو قبر بابا. نکست سیزن. چیه میخوای همه جا رو بکنی نگاه کنی؟ هیز سکی چش لطی سر بمیری. بشه خاک برسه الهی داره دیکاش بزنه. باید نماز بخون برای توشه آخر چیزی نگاه دار می‌خواستی چون اون لذت دنیا ببری. بدونی در بری. با یارو روانیه. گلزار حرف نداره. معمولا میزد تو کله خودش همه جا، ولی دیگه نیدادم بزنه تو کله. این همونه انگار. این سری فقط شاخ شو. یا بسم الله. الهی تقصیر خودته. گندگوزی کردی، گفتی این سری فقط شاخ شو زد تو دهن دیگه، دهن تو بست. اگر مادرتو دوست داشته باشی حتما مادر همسایه هم دوست داری، حتما مادر دوستت هم دوست داری. احسن. یاور من باید برای چند روزی به نیشابور برم و به یکی از دوستان قدیمی که مریض شده سری بزنم. مدت هاست که میخوام موضوعی رو با تو در میون بذارم، اما فرصت نمیشه. فکر میکنم امروز فرصت مناسبی برای این کار باشه. چه موضوعی پهلوان؟ انشالله که خیره. حتما همین خیره. آره اون چیه؟ سلام بر اسکندرخان داروغه خوارزم. با من چی کار داری؟ من تمام سالهای عمر و جوانیمو کردم. من همه اساتید بزرگ ایران و جهان رو کردم و تمام فتوتنامه‌های معروف آهنگری رو کردم. اینا به من چه ربطی داره؟ چرا اینا رو به من میگی؟ 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置。اون چی هست؟
بخورش. بله قربان. نشون بده. رفت بخور. هستی یا نه؟ باشه من هستم. منم هستم. برای چی میخوای بدونی؟ درسته استاد من پهلوان پوریای استاد خیلی ولیه. آدم خطرناکیه داشت. مگه خری این چه کاریه؟ برای اینکه دیده نه. وای نه نه، یعنی اینقدر سم واقعا من درک نمی‌کنم. اینقدر سم من هیچ بهم بعدی. این فیلتر نشون میده چقدر پسر خوبی هستی. 95% خوبه. به تو چشاش هم که اصلا لوگوی وای این دقیقاً. ببین من در حالت عادی یه دونم ببینم همینطوریم. نه من اینجوری نیست. ببین بعد What the hell woman. انیمه بازی کاسپری انیمه زدم. نواشتم رایدر بود. خب بریم انیمیشن ببینیم. انیمیشن مرد چشم سبز ما یه نقشه داره و به سودی اونو عملی میکنه. آره و بعد خود دختره رو هم عملی میکنه. انیمیشن هم دیگه نمیشه بشینیم ببینیم. ببینیم این مدرزه گو بابا دستکش. بابا دسته. اپر غندی گو بابا دستکش. بابا دسته. واسه ما ادای زرنگار در نیار. این راهی که تدرشونی راهزناش مره بگنه. آی خر چپه گفتی. آقا اشتباه بدم. ای برعکس بدم. من راهزنان بگم. آقا اشتباه بدم. Rapunzel, let down your hair. Fuck you, baby. لجندا بگن این شبیه کیه. لجندا بگن این شبیه کیه. دیگه خودتون میدونید دیگه. نکن خنده رو ببین. مونه میزنه از چشام واسه دیدن این سم عضو میخوام. چیه خوب همه بیزنسمن‌ها به این گدا حسودی میکنن چون که اینقدر زرنگ بود که تو کمتر از 1 ماه پولدار شد با گدا کردن. بله درست شنیدی. ببین گدا کردن با گدایی کردن خیلی تفاوت. بله گوه ترین حس دنیاست. گوه. چند دلار پول بدم همین الان بپری تو گدازه؟ $500 بزن میپرم. همین الان بپر. Just kidding, I'm not gonna jump above. Are you serious? سزای اعمال آدم دیوس. میدونستی جنها وقتی میخوان به هم فوش بدن چی میگن علی؟ میگن مادر انسانده. آسا خنده دار نو. خیلی بیمزده ای داداش. آخه بیشور خر، بی عاطفه سگ. ما از تیمارستان فرار کردیم، لباس نداریم، اومدیم تو کوههای ماسال. بچه‌ها یکی برامون لباس بیاره. فقط اونی که اون گوشه داشت اینجوری میزنه. بابا
بله. دیشب نصف شبی داشتین چیکار میکردین؟ یعنی چی کار میکردین؟ خب من بلند شدم دستشویی، بعد دیدم صدای عجیب غریب داره از اتاق شما میاد. البته بیشترش هم سر صدای مامان بود. اول فکر کردم داره گریه میکنه، بعدش یهو وسطاش گفت او آره یس او ای ادامه بده نزن تموم نکن. احتمالاً داشتی خواب میدیدی عزیزم. نه بیدار بودم مطمئنم. تمام مدت داشتم گوش میکردم. واقعا؟ آره. تو تختخواب داشتی چی میخوردی؟ آخه یه جا مامان گفتش که نریزی رو ملافه را تازه شستم، بعدش یهو صدای آی خدا قریب اومد گفت او پسرم من مطمئنم که داشتی خواب میدیدی. نه خواب نبودم. راستی شیره چیه؟ میگم چطور امشب همه با هم بریم سینما؟ مامان خیلی عصبانی شده بود، میگفته شیره خودی درسته اونجوری اصلا نمیتونم. احتمالا منظورش اردشیره بوده. مامان 50 تومن. چی؟ 50 تومن بهت میدم اگه دیگه این حرفا رو جایی نزنی. 100 تومن باشه. عجب خاطره بدی بود. بچگی از بازم نقلای خیز آقای پیرپلاسی. پسرم برو جلو نقلا رو از آقای پیرپلاسی بگیر و تشکر کن. ممنونم آقای پیرپلاسی. بیا بخور مجفر بخور. میگم انیمیشن نمیشه وقتی از پایین شهر پکیج آموزش جدید میخری نتیجهش. متنفرم از اینایی که عشق این موزیکا و آدیداس و چه میدونم عشق پژو پارسای فلان. وای من نمیدونم مردم روز به روز کار میکنن شخصیتشون بره بالاتر. Don't miss him. این بادیگاردشه. بله ایشون باید فتوا بده. نخور تست کن. وای نه اوکی داشت ادامه بده. این صدای منه این صدای منه عمر باران عمر تو نگاه منه این صدای منه این صدای اسامی شهر مکان یدالله ویسکی نژاد توش خوابیده میاد. سیارون 12 امامزاده گوزو. اینجا کجای من باید برم اینجا. من اینجا رو میخوام. به روستای شهید جاسم حاج محمد مرسی. GTA San Andreas. نسخه ترکی به این خوبی. این حرکت زشت این صدا چیه آقا؟ برو ببین جانم این چه وقتی مزاحم شدن تلفنیه؟ تو کوچکتر از اون نسکویی که بخوایی که عرض اندام بکنی من دیگه بستمان. بوم 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 بوم. Oh my god, that must be. Oh my god. Oh my god. پدر سگ این شرف های درنده خوش نیست. پدر سگم خوش نیست. I got some big news today, but my mom is dead, so can you guys just pretend to be my mom for a minute? Okay, so guess what? I officially got hired in the ER. Mid-shift, LPN, it's the job I've wanted for a long time, and... زشته نکنی.
چون میدونی نقاشی کشیدن مثلا خیلی آسون شده؟ نقاشی های زیبا این تصویر دوران ما بود. بچه ها هر کی بخواد میتونه هر چی که خواست بکشه تنهایی تو خونه آی بزرگا بچه ها با خط ریز سنا قشنگ میشه خط ما سنا دوست خوب ماست دوست همه بچه ها با سنا همه میتونن نقاشی بکشن. کلاس کجا برم؟ به حضرت اول فصل. کتاب چی بخونم؟ به حضرت اول فصل. کدوم آزمون شرکت کنم؟ به حضرت اول فصل. کی؟ اول فصل. به حضرت اول فصل. کجا؟ به حضرت اول فصل. کارشناسی ارشد قبولی با به حضرت اول فصل. تلفن 29. سلام ای برادر، درود و رحمت و برکت خداوند بر شما باد ای برادر. ما زائر هستیم، چقدر عالی. ما هم از کدام شهر می آیی؟ ما از اصفهان می آییم. چند خواهر داری؟ به تو چه آقا؟ آقا دیالوگی نداره. من 2 خواهر دارم. اسم آنها چیست؟ دیگه داره قضیه رو ناموسی میکنه. دیالوگ واسه آموزشه. بابا هنوز اسم خودمو نپرسیده، به خواهرام چیکار داره؟ حالا این یه دفعه رو بگو. اسم آنها اعظم و صغرا هست. اسم مادرت چیست؟ دیگه لالا انت فرار کنه ای زائر. دیگه ببین اصلا مکالمه های چرت و پرت مزخرف تایم ویدیو هم خیلی داره زیاد میشه. انشاءالله میریم تا ویدیوهای بعدی گل روی تک 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 رو میبینم. معمولا اینا که آخرتر میگفتم. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید، به من کلی انرژی دادید. عاشق تک تکتونم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی گل روی تک تک رو میبینم. فعلا